فرودگاه دوشنبه 3 سال پیش این 84 کودک و نورسی تاجیک را از عراق آورده بودند. مقامات آنها را به آسایشگاه در ناحیه ورزاب بردند. هفته گذشته باز 104 کودک و 42 زن دیگر را از سوریه آوردند. مقامات جامعه را باور می‌دهند که شرایط زندگی کودکان خوب است. روانشناسان با وی‌ها کار می‌کنند. حاضر یگان وی دیگر نیست. تمام شرط و شرایط برای اونا مهیا کرده شدگی هستند. مورد حمایت و غمخواری دولت قرار دارند. برای به حیات آسایشته برگشتنشان چطوری که محترم رئیس قید کردند در آینده نیز متخصصان کاربری میکنند. تقدیر این کودکان هفته گذشته در نشست خبری وزارت تندرستی هم بحث شد. وزیر تندرستی درباره آینده این کودکان چنین گفت: او شهروندانی که پیش آمدگی بودند در مؤسسه وزارت تندرستی در خانه‌های دستگیری مادر کودک دو تا مرکز دستگیری مادر کودک است، هم شهروندان هست. وقتی که به سن 7 سالگی میرسد ما همونا را به وزارت معارف برای تحصیل کردن و از 16 بالا به وزارت مهنت همونا را رفته برای کسب آموزی روانه کرده می شود. اما سوالی اساسی به جواب است. مقامات نمیگویند که کودکانی از عراق و سوریه آورده کی به نزدیکانشان داده می شوند. والدین برخی از کودکان گفتند هر ماه یک بار با آنها واخوری می کنند، اما با والدین کودکان گفتند درباره جای نگهداری و وضع آنها با رسانه ها صحبت نکنند. در این بین مقامات از بازگشت تدریجی کودکان به حیات مقرر صحبت می کنند. بسیار یک روند دوامدار مرحله به مرحله صورت گرفته است. اخیراً ما آخری سال من وکالت روی باقی انسان در یک همین گونه مؤسسه بودند. علاقه اون وضع اون روحیه‌ای که قبلا آنها داشتند دیده نمی شود. علاقه پوره آنها به همین محیط امروزه جامعه ما آماده هستند. هدف از سوال شما همین است که برای چی آنها تیز به همین جامعه وارد کرده نمی شوند. این بسیار یک روند مرکب است. نگرانی از این کودکان و نورسان از آنجا منشأ می‌گیرد که آنها سالها در زیر نظر گروه تندروی دولت اسلامی زندگی کردند. شاید به این خاطر است که مقامات در دادن آنها به دست نزدیکانشان شتاب ندارند، اما در این باره تفصیلات داده نمی شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.